ما میریم شروع میکنیم از اونجایی که انقلاب سرکوب شد، به توپ بسته شد مجلس و از اینجا فصل جدید شروع میشه که فصل مسلحانه انقلاب مشروطه است. بخشی که ستارخان کنشگری میکنه از زیباترین بخش‌های تاریخ ما هستش و پایانش هم با خطاهای بسیار ناگوار که انقلابیون خودشون به جون خودشون میافتن. یفریم خان و ستارخانی که دوتاشون باعث فتح تهران شدن و استبداد روسیه رو پس زدن، اینها خودشون با هم به مشکل میخورن. بعد میرن بعضی از این چیزها رو ترور میکنن، از این اسلامیون رو باعث میشه ائتلاف لیبرال و اسلامی شکست بخوره. بعد باعث میشه مردم سرگشته بشن، بگن آقا اینا که به جون خودشون افتادن. نیروهای سلحشور لیبرال به همدیگه دارن میزنن. بعد دارن بعضی از این آخوندایی رو که با مشروطه همدلی داشتن، اینا رو یا اعدام میکنن یا ترور میکنن. یعنی هم جبهه خودی تضعیف شد، هم مردم، حمایت مردمی به سرگشتگی افتاد و تو این وضع بود که روسیه لشکرکشی کرد و چیزی هم مقابلش نبود. دیگه مردم به اون معنی متوجه یا دلسوز وضعیت نبودن، چون دیدن نیروهای خودی به جون هم افتادن یا به هر حال روحانیت در اون مقطع خیلی اثر داشت. بعد دیدن دارن بعضی از اینا ترور میشن، اعدام میشن. حتی اعدام فضل الله اثر گذاشت. یعنی من نمیگم اعدام باید میشد یا نمیشد، این خیلی سوال سختیه. من که با اعدام مخالفم. به نظرم فضل الله رو بفرستن کبیر لوط آباد کنه. در مورد تنبیه فضل الله خیلی بحث دشواری. حالا وقتی وارد جزئیات شدیم میبینید که اعدام فضل الله و ترور چند تا از این روحانیون وابسته باعث شد که بسیاری از روحانیونی که از قبل پشت سر جنبش مشروطه بودن برگردن از اون وضعیت، بترسن. روحانیت نیروی محافظه‌کاره، وابسته به سنت، مبتنی بر دروغ و فریبه. روحانیون اومدن تو مجلس، لیبرالا بهشون میگفتن فکر نکن مثل قبلها، برو جمع کن، فقط تو حیطه شخصی میتونی ورود کنی تو بحث دین. دیگه گذشت اون مسائل که باتون مماشات کنیم. مسلحانه تهران رو فتح کردیم، برید بوق بزنید شما. بعد اینا گفتن ای داد بیاد، انگار وضع خرابه. از اونورم بعضی بزرگی از مردم خب فالوور همین دروغا بودن. مردم ایران مگه چه بودن؟ مذهبی بودن دیگه. نکبت مذهب واقعیته. ما آدمای بدبختی هستیم، این حقیقته دیگه. اگه بدبخت نبودیم که این وضعمون نبود. بعد دیدن روحانیون برگشتن یه عدهشون و از اونورم حتی میگم بین خود نیروهای لیبرال هم و حتی اون سلحشوران میدانی مثل یفریم خان و ستارخان درگیری شده. خب مردم یه خود میشینن عقب فکر میکنن دیگه، به اون معنی که پایکار میدان قرار نمیگیرن. و اینجا روسیه میاد رو پس بعد از فتح تهران الان بیگ پیکچرش رو من گفتم دیگه. در تصویر کلان بعد از به توپ بستن مجلس مسلحینی میان پس میگیرن، ولی در نتیجه این اشتباهات فاحش یه دوره بسیار سیاه شروع میشه. روسیه میاد و چرا روسیه موفق میشه به راحتی نابود بکنه؟ به دلیل این اشتباهات فاحش خود پیروزان، خود فاتحان تهران یه سری اشتباهات فاحش میکنن، با هم درگیر میشن، باعث میشه که به راحتی روسیه بتونه این رو نابود بکنه. این فصل از بخش از این کتاب اسمش هست یک نوع پیروزی تلخ، چون این پیروزی که به دست میاد با فتح تهران با برخی اشتباهات به فنای نابودی میره و پیروزی تلخ آزادیخواهان هست. این بخش از تاریخ معاصر ایران. اولین مجلس هنوز به پایان دوره قانونگذاری نرسیده بود که اختلافات داخلی آن را به بنبست کشانید. نمایندگان که به سرعت انتخاب شده بودند بر سر مسائل بسیار کمی توافق داشتند. برخی از آنها به چالش کشیدن اقتدار سلطنت را دریغ نمی‌کردند، در حالی که دیگران از هر گونه دخالت روحانیون در زندگی سیاسی می‌گفتند که نباید بشه. بنابراین اون بحث هایی که ائتلاف شکننده اتفاق افتاد بین برخی از بخش‌های جامعه، یعنی لیبرال ها، علما، بازاریان، این بعد از اینکه به قدرت میرسن چی میشه؟ سر غنایم با هم گلاویز میشن. آقا نیروی لیبرال که قبول نداره که روحانیون بیان مشروع هوا کنن، از اون ور روحانیون هم اینا رو قبول ندارن. این شروع شد. مجلس به بنبست کشیده شده بود. قدرت‌های خارجی به دنبال آرامش بودند، هرچند که عدم اجماع به نفع آنها بود. یعنی قدرت‌های خارجی تو این مقطع، تو این لحظات خاصی که شور و هیجان انقلابی به اوج، دنبال این نبودن بپرن وسط و اینا کاری کنن. کی میپره وسط روسیه؟ زمانی که خود این انقلابی‌ها به جون هم افتادن، بینشون شکاف افتاده. طرف دیوانه نیستش که یک کشوری داره میجوشه تو قلیان انقلابی بپره وسط کار نظامی کنه، خودش رو توی چاله باطلاق بندازه. اینجا کمی صبر میکنه ببینه آقا چی میشه. میتونیم به یه بخششون پول بدیم مثل فضل الله بره گلاویز بشه با بقیه، بعد خودشون که خودشون به فنا دادن ما میپریم وسط میگه آقا ما اومدیم. پس این خارجی‌ها همیشه شطرنج بازی میکنن با ما. اینجا داشتن شطرنج بازی میکردن، فعلا خیلی کار خاصی نداشتن، ولی دیدن آقا بین اینا اختلاف، گفتن عجب بحث پرفکتی، چقدر زیبا. بین این نمایندگانی که اومدن و انقلاب مشروطه کردن اختلاف شده.
یک ایران تقسیم شده راحت‌تر میتوانست توسط روسیه و انگلستان کنترل شود و قرار بگیرد. لال مجلس در این مقطع مرتوجه آنها قرار نگرفت. مردم ایران چه می‌خواستند؟ برگزاری اولین مجلس به واسطه ائتلاف میان روحانیون و لیبرال ها در تهران، حالا لیبرال ها بعضی وقتا بهشون میگیم ملیون، ملیگراها، در تهران به دست آمده بود تا سلطه مطلقه محمد علی شاهی محدود کند و حقوق سیاسی، البته قبلش که مظفرالدین شاه، و حقوق سیاسی و قانونی ملت را تضمین نماید. در غیاب یک ایدئولوژی مشروطه خواهی به وضوح تدوین شده و با توجه به بی‌اعتدالی برخی از رادیکال‌ها، محمد علی شاه لغو قانون اساسی را به عنوان بازگشت به نظم مطرح کرد. حالا اومدیم جلوتر چی شد؟ میگه بعضی از لیبرال‌ها خیلی شطرنج خوبی رو تو سیاست بازی نمی‌کردن. شاه رو ترور می‌کردن، نخست وزیر رو ترور می‌کردن. جلوتر میری روحانیون همراه مشروطه هم ترور می‌کنن. حتی مشهورتریناشونو مثل سید بهبهانی اونم ترور می‌کنن. یعنی بعضی از رادیکال‌ها حواسشون نیست ما از هول حلیم تو دیگ نیفت. این کشور قوای نظامی روس و انگلیس توشه. تو انقدر عجله میکنی که بلند میشی کارهای شدید میخوای بکنی. بله منم دلم میخواد مذهب با ریشه در بیارم، مگه میشه؟ با اینا درگیری روس و انگلیس سوء استفاده میکنن. حواسش نیست به این مسئله. فکر کرده که مثلا اومده تو مشروطه تشکیل داد، یه کار تمومه. شاه دنبال کودتاست، خارجی‌ها دنبال دخالت نظامی هست. مذهبیون دلشون تو دستشونه که این منافع خمس و زکات قطع نشه. تو که نمیتونی. چقدر مگه قدرت داری؟ نیروهای لیبرال چه قدرت؟ 4 تا مثلا محفل فراماسونری و فراموشخانه و چیزای اینجوری درست کردی، زیرزمینی سازماندهی کردی، جوگیر نشید دیگه. اینا یه مقداری جوگیر شده بودن. میگه بی‌اعتدالی کردن این رادیکال ها و خود مشروطه خواهی ایدئولوژی درستی نداشت. اصلا معلوم نبود میخوای با پادشاه میخوایم چه کنیم، آقا تکلیف چیه؟ دقیقاً چون با تعارف بود. دیدید که و درست کدیفای، یعنی که کدبندی نشده بود در قانون، یا مسئله مذهب یه چیزی در حال تحولی بود. یعنی اون گفتمان اساسی مشروطه رو ما از غرب چیزایی آورده بودیم، ولی اینو یا نتونسته بودیم، رومون نمیشد درست با روحانیون مطرح بکنیم، با شاه مطرح بکنیم، یا قدرتش نداشتیم. هر چه که بود این داشت به تدریج جلو میرفت و از اینجا مشکلات شروع میشه. حرکتی که به طور ضمنی توسط روس‌ها و بریتانیاها تایید میشد. یعنی اینکه بریتانیاها و روس‌ها هم دنبال این بودن که همین قدرت شاه باقی بمونه و بعد محمد علی شاه که مجلس به توپ بس چیکار کرد؟ کلا تعطیلش کرد. این قانون اساسی و مجلس و اینا رو گفت چی؟ روح رضا شاه شاد میگه در طبیله رو بس، طبیله رو کنسل کرد. حالا خود رضا شاه اینجا در خدمت قوای چیز آقزاقه، یعنی به کمک رفقا، یعنی روسیه و دیگران، زحمتی که میکشن آزادی خان رو میکشن، مجلس اون که نماد ملی ما هستش منهدم میکنن، به دار میکشن، شکنجه میکنن. به هر حال در طبیله رو بستن رفقا. این اتفاقی بود که با به توپ بستن مجلس نمایندگان مردم، پدران ما که زحمت کردن، خون دادن، جون دادن، اینا درش بستن. پیروزی او ناخواسته به مردم ایران یک هدف سیاسی داد. این محمد علی شاه که اینجا مجلس رو بست، یه اتفاقی افتاد. بخش‌های مختلفی از مردم ایران دیگه هدف روشن داشتن، احیای مجلس. یک فرد استبدادی با کمک روسیه و قوای قزاق نماد اراده ملت که مجلس باشه رو بسته. در واکنش به اون دیگه خیلی آنتیتز مشخصه، هدف مردم مشخصه، احیای مجلس. و این براشون باعث شد که دوباره یه جبهه متحد تشکیل شد. موقتا دوباره بخش‌های مختلفی از مردم ایران حول این هدف واحد متحد شدن. این بار حرکت که از استان‌ها سرچشمه می‌گیره. آقا تهران اینا گرفته بودن، تهرانو استیلای قوای روس هم بود، ولی این بار چی شد؟ از شهرستان‌ها دوباره جوشید. یادتون میاد که موج اول انقلاب مشروطه هم اینجا تاریخ نگار قبول نداره که در تهران آغاز شد. خیلی میگه که خیلی اتفاقات دیگه بقیه که جای کشور هم بود و اینجا اینا با هم سازماندهی‌های مخفی هم کرده بودن. اون گارد میلیشیای حفاظت از مجلس یادتون میاد، تقی‌زاده و دیگران گفتن آقا وضع خرابه و اینا باید خودمون دفاع کنیم. این شروع شده بود. یعنی با سازماندهی‌های مخفی اینها گارد نظامی داشتن. حتی تو حرکت اول که محمد علی شاه مجلس حمله کرد، اینا تلگراف دادن نیرو اومد تهران بیشتر از نیروهای شاه و کودتای اولو پس زدن. کودتای دوم هم که پیروز شد دوباره باید فالو کنید که چی شد که کودتای دوم شاه پیروز. اشتباهاتی از توسط همین چیز بود، انقلابیون بود، ترور کردن، مشروعیت زدایی شده، مقداری از این کاراشون و اینا خرابکاریایی بود که باعث شد که، یعنی اینجوری نیستش که فکر کنی روسیه و شاه آخر دنیا، نه، تا وقتی خود آزادی خان سوتی ندن، خرابکاری نکنن، اینا نمیتونن به این سادگی پیروز بشن. شما باید شطرنج بازی کنی با مغز سرد. این یه درس بزرگ انقلاب مشروط است. درست هیجان ها و غلیان هیجانه، ولی اونا دارن شطرنج بازی میکنن، قدرت های خارجی و دستگاه های استبدادی. شما باید همین کارو کنی.
این بار حرکت از استان‌ها سرچشمه گرفت. به صراحت در عزم خود برای تسخیر پایتخت متحد می‌شدند. آقا باید بگیریم این تهرانو. همبستگی جدیدی با اروپا، قفقاز و بالاتر از همه با استان‌ها رشت در شمال و اصفهان در مرکز و همچنین با قبایل عشایری، اون سردار اسد بختیاری و اینا بعداً وارد داستان میشن، قدرت بسیار بیشتری را برای حرکت ایجاد میکرد. پس از کودتای ژوئن 1908، این همون به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، پس از کودتای ژوئن انقلابیون امید چندانی نداشتن به جز این باور که تکامل تمامی جوامع به ناچار به تدریج هست و فلان و از اینا. یه سری آدما شدن اصلاح طلب، گفتن ای بابا ولمون کن تو رو خدا، دیدی روسیه زد تو سرمون، دیدی استبداد برگشت به توپ بست، اصلا انقلاب چیز بدی آقا. ما به تدریج به صورت مورچه کوچولو کوچولو، اول یه دونه مثلا تو سری شابو میزنیم بهش میگیم تو سری رو یواشتر کن، بعد خارجی‌ها خودو غارت میکنن میگیم آقا یکم کمتر غارت کن. میدونی اینجوری باید بریم جلو. یعنی یه سری آدما سرخورده شدن وقتی دیدن با قوای نظامی به توپ بستن، اینا گفتن ای بابا انقلاب مثلا چیز بیخودیه، رفتن تو این حالت سرخورده که آقا دید نمیتونیم. ولی خب اینجوری نبود. یه آدمایی مثل ستارخان بودن که الان بخشی که ستارخان عمل میکنه درخشانه. بازماندگان کودتا به اروپا یا به نمایندگی‌های خارجی پناه بردن. یه عده رو که کشتن و اینا، یه عده هم چیکار کردن؟ فرار کردن اروپا. اونایی که نتونستن برن اروپا رفتن تو همین کنسولگری‌های کشورهایی که بهشون نزدیک بودن. دیدی بسیاری از این کنشگران انقلابی، حتی انقلاب آزادی خواهان ما، خیلی‌هاشون به یک قدرت خارجی قرابتی داشتن. بنابراین هر کسی اگه میتونست فرار میکرد جونش برمی‌داشت، اگه نه میرفت توی سفارت قدرت وابسته به خودش پناه میگیره. ببینید دوستان، تو انقلاب حواستون باشه هدف برنده شدن و هدف کله خربازی نیست. هر روز بیاید تو خیابون چشاتون رو کور کنن به فنا بدن. انقلاب مشهدی چقدر هوشمندانه بود، میرفت تو حضرت عبدالعظیم مینشستن، چون شاه ذلالله و خودش ارادت داشت به حرم، نه که بره اونجا بگیره همه رو نابود کنه. زرنگ بودن. بعد جلوتر رفتن تو سفارت انگلستان نشستن که کسی جرئت نداشت اونجا تعدی کنه بهشون. آقا تو سیاست علم کسب قدرت و ثروته. تو میخوای برنده شی، نمیخوای که اونجا فیلم پر کنی. میخوای برنده بشی، خیلی ساده. الانش هم که خرابکاری کردیم و روسیه قدرت گرفته، باید جونمون رو برداریم بریم بعداً برمیگردیم. ولی نباید بذاری اینجا روسیه بگیره همه رو بکشه، که به کمک آقای پروفسور رضا شاه و رضا خان و لیاخوف و اینا بگیرن همه رو نابود کنن، خودشون بمونن چهار تا کاسلیس. برخی از بازماندگان به اروپا، برخی به نمایندگی‌های کشورهای خارجی پناهنده شدند، جایی که بر اساس حقوق دیپلماتیک و پناهندگی از تعدی پلیس در امان بودند. از این زمان به بعد بسته به محل پناهگاه، آنان به عنوان انقلابیونی که به شدت تحت تاثیر سوسیال دموکرات‌ها در قفقاز بودند، یا ملیگرانی که خواستار رهایی کشور از دخالت خارجی بودند، یا اصلاح طلبان نگران پیشرفت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک، یا صرفاً مشروطه‌خواهانی که می‌خواستند با بازگشت به یک رژیم پارلمانی پایداری اصلاحات به دست آمده را تضمین کنند، خود را معرفی کردند. هر کسی اول در رفت، روسیه که ریخت و اینا، ولی وقتی یه جای آرومی پیدا کرد دوباره گفت آقا می چیکار کنیم؟ رفتن تو همون پوسته های کارهای خودشون. به محض اینکه احساس امنیت جانی و اینا کردن، هر کسی بنا به اون خواستگاه خودش، دیدیم که این انقلاب ائتلافی شکننده از بخش‌های مختلف بود، هر کسی متناسب با اون خواستهای خودش دوباره برگشت به تنظیمات کارخانه. یه عده گفتن آقا این خارجی‌ها رو بندازیم بیرون، یه عده گفتن باید دوباره مجلس رو درست کنیم، ارزش‌های لیبرال رو برگردونیم. حسن تقی‌زاده که در محافل مترقی ایران سخنرانی انقلابی ایراد می‌کرد، این بار در تبعید در بریتانیا به عنوان یک دموکرات نگران اصلاحات و حاکمیت ملی خود را معرفی کرد. ارزش‌هایی که در محافل آزادی‌خواهانه انگلستان همدلان بسیاری پیدا کرد و برای آنها قابل درک بود. آقا این دموکراسی‌ها انگلستان و آمریکا و اینا درست پدرسوخته از حکومتشون، ولی اینا یه سری ارزش‌ها هم دارن. باید بری سراغ اون کسایی که بین ارزش‌ها باور دارن، بری رو مخشون. این کار بدی نیست. تقی‌زاده این کارو کرد. رفت اونجا گفت آقا دیدی انگلیس چیکار کرد؟ انگلیس چیکار کرده بود؟ اول کار از انقلاب حمایت کرد تو اون داستان باغ سفارت انگلستان. بعد که دید این میلیون ایران میخوان کشور رو به دست بگیرن، تو تیم استبداد توپ میزد. همین انگلیس به ذره انقلاب عمل کرد. انگلیس میخواست روسیه رو عقب بزنه، نمیخواست ایران مستقل و آزاد بشه. این تقی‌زاده رفت با این چیزا صحبت کرد، با این آزادیخوان خود انگلستان. اینا این مقداری بهش گفتن آره ما میفهمیم و اینا، به هر حال از این چیزا بین خطوط چیزایی گفتن، خب ولی همدل بود. پس این کاری بود که تقی‌زاده بعد از اینکه فرار کرد از ایران داشت انجام میداد. البته دوباره برمیگره تبریز ها. اما یه شهریه که خیلی تپنده ادامه داره داستانش. این شهر تبریزه. در تبریز، شهری که فاصله چندانی با مرز روسیه نداشت، اولا چیزی همون بالا گفتیم که آزادیخواهان قفقاز، خود قفقاز یه داستانی داره. انقلاب ها مصری‌ان. گفتیم در روسیه 1905 انقلاب شده بود. بعضیا سوسیالیست بودن، بعضیا کمونیست بودن، بعضی دموکرات بودن.
تزار که اینا رو سرکوب کرد، اینا به اطراف پراکنده شدن تا تبریز اومدن، بعضیشون تا قفقاز. قفقاز خودش داشت از این آدما. ببینید شما انقلاب‌ها همه مصری ان دیگه. بهار عربی، انقلاب چه می‌دونم اروپای شرقی موج درست میکنه، مردم خبر میشن، با هم همدلن، مردم در تمام دنیا همدیگه رو میفهمن و با هم همدلن. این آزادی خان قفقاز که گفت منظور پس این بخش از جنبش‌هایی بود که در روسیه شروع شده بود. در تبریز، شهری که فاصله چندانی با مرز روسیه نداشت، نخستین فعالیت‌های انقلابی به سال 1903 باز می‌گشت. در سال 1906 مشروطه‌خواهان در آنجا یک مجلس استانی تشکیل دادند و آن را انجمن ملی نامیدند. این مجلس هم به عنوان یک باشگاه سیاسی عمل می‌کرد، مشابه انجمن‌هایی که به صورت پنهان یا آشکار در تهران شکل گرفته بود، و هم به عنوان شورای استانی که طبق تعریف آن در متمم قانون اساسی بود. اینها کدبندی شده بود در قانون اساسی مشروطه و قرار بود که حکومت نیمه متمرکز باشه که استان‌ها برای خودشون شورا داشته باشن و در کنار اون هم یه سری تشکل‌های مخفی لیبرال‌ها ایجاد کرده بودن. هنگامی که اولین مجلس شورای ملی در حال برگزاری بود، انجمن تبریز با ارسال تلگراف‌های مکرر از نمایندگان آذربایجان آن زمان که در تهران بودند درباره وضعیت پایتخت مسائل را آگاه می‌شدند و حتی به آنها راهنمودها به دستوراتی می‌دادند و معمولاً ماهیت رادیکال داشتند. پس همون موقع هم که مجلس اول شکل میگیره، تبریز رادیکال تره. چرا تبریز رادیکاله؟ جلوتر توضیح میدیم. تبریز یک دلایلی داره که شهر خاصی در اون زمان. اینطور نیست که همه کشور یک شکله. بعضی از شهرها متفاوتن. یک دلیل تفاوت نزدیکیشون به مرز روسیه، قفقاز و اون تحولات آزادی خواهانی که اوجه ها شروع شده و اینها دارن به اونا پناه میدن و باشون همدلی دارن. بعضی افراد هستن که از کشورهای مجاور ارتباطاتی دارن با فعالین تبریز و فعالین تبریز به اینا پناه میدن. بعد این آزادی خواهان سرکوب شده وقتی میان خود اینا رو هم چیز میکنن دیگه، آزادی خواه میکنن، رادیکال میکنن. کیا در میرن، کیا سرکوب خشن میشن؟ رادیکال ها میان و بعضا به تبریز میرسن. این یکی از دلایل خیلی زیادی داره که تبریز شهر مهمی الان به تدریج میخونیم. رادیکالیسمی که مورد حمایت سایر گروه‌های سیاسی از ابتدا نبود. یعنی ابتدای کار تبریز رادیکال‌تر از بقیه بود، قبول نداشتن بقیه، اما زمانی که محمد علی شاه مجلس به توپ بست، رادیکال ها دستشون تقویت شد. رادیکالیسم میاره دیگه. وقتی من میگم خامنه‌ای چش کور میکنه، تجاوز جنسی میکنه، به خاطر اینه که من میگم باید رادیکال باشیم. اینجا هم شاه مجلس به توپ بست، یه عده گفتن بابا این تبریز رادیکالاش راست میگفتن ها، عقلشون کار کرد. مثلا این درپیتای ایران اینترنشنال 4 تا نکبت نبودن که بگن تا 2000 سال دیگه ما مدنی هستیم. نه، شورای مقدار کار میکرد. میدونی اینا گفتن که خب رادیکال‌های تبریز دارن راست میگن. پس از بمباران مجلس در تهران، پیشرو منظور همین نیروهای لیبرال اینجا، مترقیان و پیش پروگرسیوا، کسایی که میخوان کشور جلو ببرن، که رهبری مقاومت بر علیه شاه را بر عهده داشتن، مورد توجه بیشتری قرار. تا آن زمان تبریز تنها شهر به واقع مدرن ایران بود. این جمله خیلی جمله بزرگیه که اینجا داره میگه. خیلی این جمله بزرگه. چرا تبریز انقدر مدرن بود؟ مدرن به معنی امروزی، به معنی ارزش‌ها و اینها. به خاطر اینی که اونجا یه زمانی ولیعهدها اونجا بودن. یعنی شاه قاجار در تهران بود، ولیعهد در تبریز بود، نزدیک روسیه و قفقاز و اینا بود و شاهراه تجاری هم بود که حالا البته عوض شد، ولی مهم اینه که شاهراه تجاری بود. قبل از اینکه کانال سوئز رو باز بکنن و تجارت از خلیج فارس جدی‌تر بشه، بخش مهمی از تجارت از اینجا میگذشت. وقتی تجارت از اونجا بگذره، خب کاروان‌ها که میان صحبت میشه و اینا. اصلا انقلاب محمد یادتون میاد تو عربستان، محمد خوش تاجر بود، رفته بود دنیا رو دیده بود، یه چیزی حالا به عنوان دین دانلود کرد، گفت اینا تک خدایی کردن، مسیح و یهود و اینا تک خدایی کردن، ما هر روز بت‌ها رو میفرستیم به جون هم میافتیم چون بت‌هامون فرق داره. یه چیز دانلود کرد محمد، تاجر بود دیگه. اینجا هم تبریز یک شاهراه تجاری بود، جمعیتش 200,000 نفر بود و چند قومیتی. پایتخت آذربایجان میزبان جامعه مسیحی ارمنی نیز بود که در اواخر قرن 19 با ورود پناهندگان ارمنی از آناتولی در پی نخستین سرکوب‌های عثمانی اتفاق افتاد. پس یه سری آدم آزادی‌ها، یه سری کنشگر با وجود داشتن بر علیه عثمانی‌ها می‌جنگیدن. اینا سرکوب میشن میان تبریز، با خودشون چی رو میارن؟ شجاعت میارن، پیشرفت‌خواهی رو میارن، شرف رو میارن. پس هم از طرف قفقاز کسایی سرکوب میشدن میومدن تبریز، پس هم از طرف عثمانی که ترکیه فعلی باشه این اتفاق میافتاد. و اینا چند فرهنگی هم بودن دیگه، تعصبات احمقانه مذهبی. آقا مسیحی میخوای باش، آدم که هستی، دمت گرم، چقدر آدم آزادی خواهی هستی.
این شعورا داشت آپگرید میشد که بله اون تعصب مذهبی و مثلا بقیه نجسن و اینا، تبریز رفته بود جلو. مدارسی که توسط مبلغان پروتستان و کاتولیک در تبریز و ارومیه تأسیس شد به حفظ سطح بالایی از آموزش کمک کرد، به ویژه به دلیل اینکه با احتیاط برای مسلمانان نیز همراه. این مسلمانان میگفتن مجلس مثلا مدرسه این کافرا رو نرید و اینا، اینو میگفتن، ولی عملا یه سری مسلمان هم میرفتن مدارس مسیحی‌ها رو. یعنی این اتفاق در کلام مثلا میگفتن مبادا مجلس مسیحی‌ها رو برن کسی، مثلا اینا دینمون به فنا رفت و اینا، ولی عملا عده‌ای از مسلمانان به مدارس مسیحی‌ها هم میرفتن. اینها همه پیشرفت دیگه، به جای اون خشک مغزی. مثلا من الان بچه‌م داره اینجا میره مدرسه، حالا من نگرانم که معلمش مثلا مذهبش چیه، خب نه دیگه، من نگرانم که اون ریاضیه رو خوب یادش بده، نگرانم که ارزش‌های انسانی رو خوب یادش بده، نه اینکه مثلا محمد چی گفت، عیسی چی گفت. به من اصلا اونا رو نباید بگی، مثلا نمیخوام اینا رو تو مدرسه بگی. و این مسئله هستش که اینجا تو تبریز به تدریج داره به اون سمت میره. تا زمان افتتاح کانال سوئز در 1869 کاروان‌های اروپایی وارد تبریز می‌شدن، یعنی جریان تجارت هم به سمت تبریز بود. ببینید پس تبریزی که میشه قلب تپنده انقلاب رادیکال مشروطه همینجور الله‌بختکی نیست، همینجور رو هوا، نه آقا دلیل داره. ببین تمام پدیده‌ها دلایلی داره به بزرگی خورشید، باید بفهمیشون. اینا رو که فهمیدی راجع به ایران امروز هم میتونی استراتژیک فکر کنی که متوجه بشی کجاها میتونه عمل کنه کجاها نمیتونه. این ویژگی‌های تبریزه. از زمان به بعد تجارت به طور فزاینده دیگر از مسیر خلیج فارس و پس از راه آهن مسکو به تزاریتسیان، یه راه آهنی هم میکشن خراب میکنه موقعیت تبریزو. پس کانال سوئز یه ور باز میشه، خلیج فارس دستش قوی میشه، یه راه آهن میکشن، یه مسیر دیگه میفته تجارت، این بار تهران دستش قوی تر میشه. بنابراین اگر ما میگیم که تبریز در اون زمان مدرن تر از تهران بود، دلایلی داره. حالا این متن این کتاب من میخونم، من ادعای خودم رو که من که اون زمان نبودم. میگه بعدش باعث شد که مسیر به باکو تقویت شد و بعد از مسیر روسیه و دریای خزر و فلان و اینا. پس اینا چرا مهمه؟ چون جریان تجارت هم وضع اقتصادی رو قوی تر میکنه، هم چند فرهنگی و ایده های نو رو از سمت اروپا به اینجا می آورد. پس هم ایده ها از بازرگانان مترقی به اینا میرسید، هم کنشگران سرکوب شده در عثمانی و در قفقاز و روسیه می اومدن اینجا پناه می گرفتن. این وضعیت تبریز رو بسیار مدرن و قلب تپنده‌ای داشت میکرد. دیگه بعد از اینی که جریان تجارت از سمت تبریز نبود، پایتخت به خودی خود جذابتره و اینجا به تدریج تهران داشت مهمتر از تبریز میشد. و در بخشی از تاریخ هم ما ولیعهدهایی داشتیم که آدمای تجددخواهی بودن، مثل پسر آقای فتحعلی شاه عباس میرزا، یعنی تجددخواهی بود، به اون معنی آدم گیجی نبود و ساکن تبریز بود. و این باعث شده بود که خود این پیشینه‌های تاریخی هم تبریز رو چند گام جلو ببره. یعنی خود بچه شاه که عباس میرزا باشه کلی جلوتر بود از چی؟ تهران. این کسایی که منهدمایی که مغزای خشک تو حرمسرا و اینا مشغول بودن، این عباس میرزا بهتر بود. علیرغم زوال تاریخی، تبریز همچنان مقر ولایت احدی بود که در آنجا دربار خود را داشت، همانطور که در زمان قاجار اولیه این چنین بود. در اینجا بود که گروه‌هایی از فعالان مدرن جمع می‌شدند تحت تاثیر سوسیال دموکراسی که از قفقاز می‌آمد. ببین این کلمه سوسیال دموکراسی باید مراقب باشید که از قفقاز میاد. واقعا به معنی این نیستش که اینا دموکرات‌های اصیلن. اینها درشون گفتمان‌های مارکسیستی قاطی داره. اینا سوسیال دموکراسی‌های از سمت روسیه دارن میان. دو تا قسمت دارن، ممکنه بیش از دو قسمت هم باشه، ولی دو قسمت عمده‌اش چیه؟ بولشویک و منشویکن. بولشویکا و منشویکا یه مقداری معتدل‌ترن، بولشویکا دیگه لنین و استالین و اینا هستن. برای این زمانی که میشنوی سوسیال دموکرات، خمینی هم میگفت دموکرات، هم خیلی جدی. کلمه دموکراسی یعنی هیچ. دیدی الان همه میگن دموکرات، در طول تاریخ همه میگفتن دموکرات. هیچ کس در طول تاریخ نمیگه آقا چماق بدید میخوام همه رو بزنم. این شوخی، این هم چیزی واقعی. باید بری به اعمالشون نگاه بکنی، دقیقاً چه میکردن، مناسباتشون با هم چجوری تضمین میشد و بقیه بحث‌های ایدئولوژیشون. اینی که طرف اسمش دموکرات، خب باش، خیلی اسمشون دموکرات، پلیدترین آدما هستن. پس این بخشی از سوسیال دموکراسی که میگه از سمت قفقاز میومد، لزوما هم این به معنی ارزش‌های لیبرال و دموکرات واقعی نیستش. مسئله بعد این بود که در باکو نفت استخراج شده بود و بسیاری از تبریزی‌ها میرفتن باکو برای کارگری فصلی. خود این باعث شد دوباره پیوندهای فکری ایجاد بشه با اونجا و پیوندهای شخصی که بعداً توی سازماندهی‌های انقلابی اینا به کار می اومد.
انقلاب‌ها اینجوریه که وقتی می‌خوای مسلحانه کنی باید پیوندای با کشور بغلی هم داشته باشی که اونجا مأمنت بشه، جایی باشه که سلاح تهیه کنی. یه پریم خان مثلا از اون بخشای از اون قسمت میاد و سلاح میاره و اینا. انقلاب‌های مسلحانه و دیکتاتور که تو نمیذاره به راحتی مسلح بشی و چه میدونم سازماندهی بکنی. این پیوندهایی که داره با کشورهای بغلی ایجاد میکنه اینا بسیار مهمن و دلایلی که تبریز میشه قلب تپنده انقلاب پس از کودتا اینها هستش. الان اینا رو مقایسه بگیرید با وضع امروز ایران که مثلا در کردستان و بلوچستان تپش بیشتری وجود داشت در جنبش مهسا. خیلی هاشون میتونی بری بفهمی که چرا. البته من متاسفم که در بلوچستان بحث ها اسلامیه باعث ناراحتیه، ولی عجیب آنکه در اون زمان اون همه سال پیش تبریز ارزش های لیبرالی و ملیگرایانه در اونجا بسیار مهمتر بود. میدونی من نمیگم اسلام از بیخ نبود ها، ولی دوزش یه دوز قابل قبول تری بود نسبت به اون چیزی که تو بلوچستان فعلی داریم. واسه تاسفه این نظر منه در مورد ایده سیاسی اونها، وگرنه اونها هم حق دارن. علاوه بر این اگرچه زبان ترکی آذری زبان دربار و زبان مادری حدود بخش بزرگ از جمعیت ایران بود، بسیار از روشنفکران آذربایجانی خود را وابسته به ملیگرای ایرانی می‌دانستند. به این با وجود اینی که اینا زبانشون فرق می‌کرد و اینا انقدر ذهنشون کوچیک نبود بگه آقا تبریز می‌خوام تجزیه کنم. این قدم کوتوله فکری نبودن. تبریز می‌خوام تجزیه کنم. میدونی ستارخان چی میگه؟ ستارخان میگه من می‌خوام روسیه رو بیارم زیر پرچم ایران. یاد گرفت چجوری انجام میشه؟ اینجا میگه استعمار دنبال این بود که ایران کوچه کوچه تجزیه کنه که همش کنترل کنه، شخ بزنه، منافعش رو برداره. نمیاد بگه آقا شاه قاجار ما رو سرکوب کرده، ما به لحاظ تاریخی قومیتی هستیم اینجوری اوجوری. نه آقا دنیای طرف بزرگه، فکرش بزرگه. ملاحظه میکنی؟ میگه زبانش هم زبان ترکی بود و اینا، ولی اصلا بحثش نبود که میخوایم ملیت ترکی و از این بچه بازی‌ها. میگفت نه ما به اون ایران بزرگ که هیچ، ایران فرهنگی اصلی اصلا روسیه رو میخوایم تابع کنیم. خیلی حرفا روسیه در ایران استیلا داره، بعد این میگه میخوام روسیه رو تابع کنم. اینا کم حرفایی نیست، این روح بزرگی که آدمو نشون میده. آنها خود را با عثمانی سنی مذهبی همزاد نمیدانستند، با وجودی که کشور بغلی عثمانیه و عثمانی‌ها میگن ما پان اسلامیسم رو میخوایم ترویج بکنیم. اینا اینقدر ساده نبودن بگن آقا بپیوندیم به ترکیه، آذربایجان رو تجزیه کنیم بپیوندیم به ترکیه، چون اینها پان اسلام، هویت اصلی ما که اسلام نیستش. اینا به ملیگرایی ایرانی بیشتره. تا بعضی مثلا دیدیم میان میگه آقا ملیگرایی مال احمقاست. خب دلقک چی میخوای بذاری جاش؟ چی میخوای بذاری جاش؟ اینا پدران ما بودن، مهم نیستن؟ تو مهمی؟ یک دلقک متحرک. نه اینقدر ملیگرایی نگید آقا، ملیگرایی مردم ایران یه چیز بدیه. ببین اینجا اگه این نبود میرن دومن اسلام، خب یه چیزی باید بذاری اونجا. 100 جور بحث هست اونجا که ممکنه اینا رو بلغزونه. یک ایدئولوژی سیاسی با اونجا بذاری، یه ایده سیاسی. نمیتونی همه رو از طرف بگیری. دموکراسی یک چیز کوچولو اون وسط کنار کاره. اون گفتمان‌های ابرگفتمانی که خیزش‌ها و حرکت‌ها رو ایجاد می‌کنن خیلی پرقدرت دارن. دموکراسی یک فرم حکومترانیه بر اساس رأی‌گیری. چرا باید بریم جلو گلوله؟ چرا باید بجنگیم؟ چرا باید هویت مبارزاتی پیدا کنیم؟ اینا رو باید توضیح بدی. بعضی میگن اسلام، بعضی میگن که مثلا ملیگرایی. بنابراین میخوام بگم اینا رو متاسفانه الان حماقت‌های بسیاری در فضای سیاست ایرانی هست. من اعتقادم شخصا به ملیگرایی از نوع همین آقای ستارخان و اینا هستش و وابسته به افکار مثل آدمی مثل فردوسی و ارزش‌های باستانی ایرانی، چون باید چیزی بذاری اونجا. نمیتونه یا برید یک منظومه‌ای بنویسید، یه چیز درست بکنید که مردمش خودشون وصل بکنن، یا یهو زیر پاشو بکشین میبینی طرف میره تو دومنه مثلا خارجی و تو دومن اسلام و دلقک بازی و اینا، تجزیه طلبی، و نمیتونی یهو به خلا ایجاد بکنی. چون منم میدونم آقا بله در سنت های ما هم یک اشکالاتی بله در پاره از امورات بوده، خیلی خوب باشه اونو برو اصلاح کن، ولی از بیخ نفیش بکنی چی میخوای جاشو پر کنه؟ خلا رو بایستی پر بکنه، اون وقت چیزای بد پر میکنه. میگه آنها خود را با عثمانی که به سنت مذهب داشت و اینا همزاد نمیدونستن، حتی اگر گزارش‌های روزنامه‌هایی از استانبول به دستشان میرسید و اصلاحات عثمانی الهام بخشی میکرد. روزنامه‌ها از تبریز میرسید، ببخشید از استانبول عثمانی، و اینا تحت تاثیر اصلاحات مترقی بودن ولی تحت تاثیر اسلام به اون معنی نبودن. نمیگم کامل نبودن، من اینجا هیچ چیز مطلقی نمیگم، چون ما میدانیم که ستارخان هم گرایش‌های مذهبی داشت، دیگرانی هم اصلا این تا اون مذهب بوده دیگه، چیکارش کنیم؟ این چیز نکبتیه. ولی انقدی استیلاش پررنگ نبود که بگیم فقط اسلامی بود، بلکه اینجا میگه که بیشتر الهام بخشی های مترقی از اون روزنامه‌ای که میومد مورد توجه اینا بود.
تبلیغات پانتورکیسم یعنی چی؟ همه ترک‌ها به هم بپیوندیم، مثلا آذربایجان هم ترکن، وصل بشن مثلا به چی؟ به آناتولی و عثمانی و اینا. این هم روی اینها به معنی اثری نداشت. تبلیغات پانتورکیسم که آذربایجان را در محدوده چیزی به نام ترکیه بزرگ تعریف می‌کرد، تأثیر خاصی در ایران و تبریز نداشت. جایی که وفاداری به ملیت ایرانی و برخی اعتقادات مذهبی مهمتر از آن بود. یعنی اون گفتمانی که ترکان منطقه به هم بپیوندیم، نه، برای تبریز اینا اساس نبود. برای فعالین تبریز اونها ایران فرهنگی باستانی او براشون مهمه، اون هویتشو اونجا میبینه. به جای اینکه هویتشو تعریف بکنه که من ترکم، بیشتر میگه من یک ایرانیم. از سوی دیگر پان اسلامیست که اتحاد مؤمنان برای مبارزه با امپریالیسم غربی را ترویج میکرد، در این خشم نسبت به روس و انگلیس تا حدی با آنها هم میگه یه گفتمان دیگه داشتن این عثمانی ها و اینا به نام پان اسلامیسم. گفتیم سید جمال اسدآبادی شبه روشن فکرش بود و اینا فالوور داشتن و میگه اون یه مقداری طنین انداز بود، یعنی رزونانس داشت با ملیگران ایرانی. چرا؟ چون روسیه و انگلیس بدبختمون کرده بودن. اینی که با اونا مخالف باشیم، پس یه زمین مشترکی با گفتمان‌های اسلامی هم اینا داشتن. جای پای اصلی عزیمتشون نیست، جای پای اصلی عزیمتشون ملیگرایی و آزادیخواهی و ماندن در همون ایرانه، ولی با اینها هم یه سری همسویی ها داشتن. یادمون باشه دوباره انقلاب ها ائتلاف های شکننده ای هستن. چیزی به نام اتحاد یک پارچه و بلوک ثابت در تاریخ هیچ کشوری حتی از جمله ایران خودمون نیست. از سال 1906 در کنار انجمن ملی گروه‌های نیمه مخفی با کمک مردان مسلح و با تجربه که از قفقاز آمدن، برخیشان برای کمک آمدن، میلیشیا تشکیل دادن. میلیشیا یعنی نیروهای شبه نظامی که گفتیم زمانی که محمد علی شاه مریض به توپ بست یه سوت زدن. سوت منظورم تلگرافه. از قسمت‌های مختلف کشور میلیشیا اومد. بسیاری از این میلیشیاها در تبریز بودن و این میلیشیاهای تقویت شده با رادیکال‌های قفقاز و بعضی از سرکوب شدگان عثمانی بودن. به این ترتیب تبریز رادیکالیسم سیاسی را تقویت کرد و سپس پیشتاز آن بود. تبریز دلایلی که شده بود یک قطب تپنده انقلاب این چیزاست.